الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید با ملائک گفت آن دم آدمی را سجده کن توق لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید در شبی تاریک بنگر ماهی تابان آفرید آن خداونده که در دل. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آخرین موضوع عادت‌های قلبی. ما و شما تقریبا چندین هفته را سر موضوع عبادت‌های قلبی سپری کردیم که اکثرا مشکلات اعتقادی که بر مردم پیدا می شد در این مسائل عبادت هاست و اکثرا علمایی که در عقیده تخصص دارن اونا میگن که پیغمبرا در اصل یکی توحید ربوبیت است و یکی توحید الوهیت است. توحید ربوبیتی است که الله خالق آسمان هاست، خالق زمین است، خلق کننده انسان هاست. میگه این کل مردم ها امت های قبلی را قبول داشتن و کلشان میگفتن که اینمی خالق آسمان ها و زمین الله هست، لکن اکثرا مشکل امت ها در توحید الوهیت بود. توحید الوهیت که زیادتر شیطان مردم گمراه میکنه در توحید الوهیت یا توحید عبادت و توحید اطاعت است. خصوصا مشکلات زیادی بر مردم، حتی بر کسایی که زیاد خدا دیندار میگیرن، با وسوسه های شیطان دمی توحید الوهیت برشان مشکل پیدا میشه. چه قسم مشکل پیدا میشه؟ که مثلا در رکوع، در سجده، در دعا، در توسل، در این چیزا شیطان برشان راه های غلط نشان میده که پروا نداره، تو مسلمان هستی، فرق نمیکنه. پس بعضی از انسان های طاغوت صفت یا باز برشان خوشحال میشه که بیا بان این مردم بر من سجده بکنن، بیان بر من رکوع بکنن، بان عوض قانون الله قانون مرا تطبیق بکنن. از این خاطر اونا به منفعت خود اینا را بازی میدن و این مردم این بیچاره فکر میکنن که ولی کدام گپ چیز نیست، من با وجود خالق عقیده دارم، کلمه میخوانم، مسلمان هستم، دیندار هستم، پس با این کارا من چی نمیشه، من از دایره دین نمیبرایم. لکن مشکل عقیده در چی هست؟ مشکل عقیده در این است که انسان بسیاری وقتا عقیده اسلامی تو نیست که والا من کلمه خواندم من مسلمان شدم. درست است، آدم با کلمه خواندن مسلمان میشه، لکن باید با مقتضیات کلمه زندگی بکنی. وقتی کلمه خواندی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت و الجنة حق و النار حق، بسیار چیزا هستن که باید با کل جزئیات از این تو ایمان داشته باشی و اینو بفهمی. اما مردم تو فکر میکنن و شیطان هم برشان وسوسه میکنن که تو کلمه خواندی خلاص دیگه تو نیاز نداری بعد از خواندن کلمه دیگه تو قرار از کل مشکلات خلاص هستی، فقط خلاصه را شروع کن، قدوری را بخوان، اینمی بسیار بر تو مهم است. در حالی که ما و شما چندین دفعه تکرار کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال مکمل فقط در عقیده کار میکرد و خطرناکترین چیزی که برای انسان مسلمان میرسه و خطر عقیده هست. مجرد که انسان شیطان از ساحه عقیده دور کرد باز تمام مشکلات دیگر برازی پیدا میکنه و این انسان بیچاره
فکر میکنه که والله ما بسیار کار خوب میکنیم، ما کدام مشکل نداریم، میره ما کلمه میخوانم، ما مسلمان هستیم. پس اصل مشکل در چی هست؟ چی دشمنای انسانی هست و چی دشمنای جنی؟ اونا سر چی کار میکنن؟ اول سر عقیده کار میکنن. مثلا اگر یک نفر قناعت داد، کمونستان، اگر یک، چرا نصف نفوس افغانستان مرتد ساختن؟ از عقیده دینی دورشان کردن. اینا چون دین نمیفهمیدن، چون عقیده را نمیفهمیدن، کمونستا برشان گفتن که برادر عزیز، وقتی که تو کلمه میخوانی، نماز میخوانی، بله، خب این کمونستان اصلا در مسجد میگه که نماز میخوانه، که عبادت هم میکنه، در روزه میگه روزه میگیره، ولی برش گفتن که تو خود قانون مهم نیست، عوض قوانین قرآنی چرا نظام سوسیالیستی را و اقتصاد سوسیالیستی را ما تطبیق نکنیم؟ این انسان چون در عقیده ضعیف بود قناعت کرد، پروا نمیکنه به دین پدرای شما. اما اگر یک نفر معنای کلمه را میفهمید که لا اله الا الله چی معنا، نیست هیچ کسی که مستحق عبادت باشه که ذات از او عبادت شوه و شریعت از او تطبیق شوه بغیر از الله. پس شریعت چی است؟ شریعت آنچه که از جانب الله آمده، اوامر الله این شریعت است، اوامر مخلوق قانون است. اوامر الله شریعت است، اوامر مخلوق قانون است. پس اونا میگن که ما عوض شریعت چی رو تطبیق میکنیم؟ قانون رو تطبیق میکنیم. در این نقطه که مردم قناعت دادن، خلاص و بردکه کلمه را در زبان میخوانه اما کافر است پیش خداوند. اگر 1000 مرتبه کلمه بخونه، این چی است؟ پیش الله کافر است. چرا که آیت قرآن میگه که ان الحکم الا لله، حاکمیت یا حکم بغیر از الله به کسی دیگه نمیشه. پس تو چطور مسلمان هستی که نماز در مسجد میخوانی و تطبیق قانون میری در پارلمان سوسیالیستی میشینی و او را تطبیق میکنی؟ مشکل اینجا پیدا میشد برشان. پس اینال اکثرا دشمنای اسلام مسلمان ها را در چی گمراه میکنن؟ در باب عقیده. طاغوت هایی که طاغوت گفته شده و چی میگه؟ میگه بیا به نمید سجده بکن. وقتی که یک نفر رفت به قبر سجده کرد، وقتی که یک نفر رفت به یک عالم سجده کرد، و وقتی که یک نفر رفت به یک سنگ سجده کرد، وقتی که یک نفر یک صفتی از صفات الله را به مخلوق داد، این از نگاه عقیده چی شد؟ در شرک مبتلا شد. لئن اشرکت لیحبطن عملک. الله و رسول الله صلی الله علیه و آله ای پیغمبر، تو پیغمبر هستی، لکن فکرت باشه ای پیغمبر که اگر تو در عبادت الله کسی را شریک کردی، تمام اعمال تو از بین میره. نمازت، روزیت، حجت، زکاتت، کلمه، کلش از بین میره. از این خاطر احتیاط کو که کسی را در عبادت الله شریک نکنی. این اساس عقیده هست. موضوعی که امروز ما و شما سر از او بحث میکنیم، این هم یکی از موضوعات اعتقادی هست، مربوط میشه به عبادت های قلبی و زبانی. هم قلب است و هم در زبان گفته میشه. این چی میگن؟ استمداد میگن. استمداد چی مانا؟ استمداد ما و شما گفتیم که وقتی که الف و سین و ت در یک کلمه عربی میه به معنای طلب معنا میدن. استمداد یعنی طلب مدد. استمداد یعنی چی؟ طلب مدد. خب استمداد چی مانا؟ بچه شاگردای مدرسه که اینجا شیشه، استمداد چی مانا؟ آفرین، استمداد طلب مدد است. مدد چی رو میگن؟ کمک میگن. استمداد طلب مدد یا کمک. خب اینال اینمی کمک یا مدد
در اسلام که است، در عقیده اسلامی دو قسم است. چند قسم است؟ دو قسم. خوب فکرتان بگیرید. استمداد و مدد و کمک این دو قسم است. یک قسمش در عالم اسباب است، یکیش در عالم مافوق اسباب. خوب فکرتان بگیرید. مثلا ما و شما در کدام عالم زندگی میکنیم؟ در عالم اسباب زندگی میکنیم. این عالم اسباب مربوط ما مخلوقات میشه. ما فوق اسباب مربوط کی میشه؟ مربوط الله میشه. پس اینال کمک خواستن در عالم اسباب ما میتونیم که از مخلوق هم چی کنیم؟ کمک بخوایم. در جایی که توان مخلوق باشه. در جایی که چی باشه؟ توان مخلوق باشه. پس ما استمداد یا طلب کمک یا طلب مدد از مخلوق میکنیم در عالم اسباب وقتی که مخلوق توان از او را داشته باشه. ده هیچ مشکل نیست. مثلا من برای یک کسی میگم که برادر عزیز نام شما چی است؟ برای استاد ذبیح الله خان میگم که استاد ذبیح الله خان امروز ما طرف شهر نو میرم. خودت کدام طرف میری؟ میگه استاد من همون طرف میرم. پس میشه مرم برسانی در شهر نو؟ کتم کمک کرد. کتبت بالقلم در کتابای نحوی میگه چی؟ نوشته کردم که چی؟ با کمک قلم. پس اینجا قلم کمک کرده میتونم آره. عالم اسباب است. پس ما میتونیم از قلم استفاده کنیم در نوشته کردن. صحیح؟ از انسان استفاده کنیم در چی؟ در کاری که در توانش است. این در عالم اسباب است. پس رفتن پیش دکتر مشکل داره؟ نداره. چرا؟ در توان دکتر است که ما را معاینه کنه. در توان دکتر است که ما را دوا بده. در توان دکتر است که ما را عملیات بکنه. در توان دکتر است که عملیات تلویزیونی بکنه. پس اینو چی میگن؟ استمداد یا طلب مدد. در عالم چی؟ عالم اسباب. پس در عالم اسباب این قاعده هست، قاعده اعتقادی. در عالم اسباب کمک خواستن و مدد خواستن از مخلوق که توانایی آن را داشته باشد. چی نه؟ که توانایی آن را داشته باشد جایز است. صحیح نه؟ ها؟ خب مثلا تو بیا شباس اون بچه اک بینجا. چیز نامد؟ خیبر. خب محمد خیبر خان در عالم اسباب تو برای من یک گلاس آورده میتونی؟ آورده میتونی؟ یک گلاس؟ در گلاس اتاقتان گلاس هست؟ عوام هست؟ آورده میتونی؟ اینا اگه ما برای محمد خیبر میگم که خیبر خان یک گلاس آور من بیار. این کمک از این گرفتم یا نگرفتم؟ چرا جایز است؟ به خاطر از اینکه خیبر توانایی یا آوردن برای من داره نداره؟ پس در عالم اسباب از مخلوق کمک گرفتن چی هستن؟ برشا باست. فهمیدین یعنی؟ این شد مثال است. دکتر عین گپ است، انجینیر عین گپ است. صحیح نه؟ عالم اسباب است. عالم مافوق اسباب چی میگه که در اونجا مخلوق توانایی نداره. مخلوق چی است؟ توانایی نداره. صحیح؟ پس در جایی که مخلوق توانایی نداره از کی کمک میخوایم؟ از الله کمک میخوایم. چرا مخلوق واسش نمیرسه. حالا ما میخوایم که الله برای ما یک بچه بده. صحیح نه؟ این حال پیش دکتر وقتی که بیری برش بوی دکتر صاحب من میخوایم بچه داشته باشم، دکتر میگه والا صاحب ببخشید ما خودم 20 سال است تا بال داد هندوستان رفتیم پیچکاری کردن نفس ما را کشید ما به خود بچه داده نمیتونم. اگر مثلا معاینه میکنم میشه که دمی اعضای بدنت کدام مشکل داشته باشی یا خانمت مشکل داشته باشه در این کارا من کد کمک میکنم. اما ما برای تو بچه و دختر تضمین کرده نمیتونم. چرا که خالق کی هست؟ الله هست. صحیح نه؟ اگر یک کس پیش شاهد شمشیره میگه او شاهد شمشیره برای من یک بچه بده. اول شاهد شمشیره صدای ازیره
نمیشنوه. چرا؟ شاهد شمشیره از جهان ما رفته در عالم کجاست؟ عالم برزخ است. پس شهدا، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحینی که وفات کردن یا در عالم ماستن یا در عالم برزخ. عالم برزخ، عالم برزخ عالمی است که در قرآن عظیم شان الله سبحانه و تعالی دفتی گذاشتم خواندیم که چی میگن؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، کسایی که در راه الله مرده و را مرده نگوین، بل احیاء، بلکه اونا زنده هستن، ولکن لا تشعرون، لکن شما نمیفهمید، چون او عالم غیب است. اگه تو میگی من کت شهید گپ میزنم، من کت شهید شمشیره صاحب گپ میزنم، خب از این گپش چی معلوم میشه؟ که یعنی مردکه میگه که من غیبم میفهمم کت شهید شمشیره گپ میزنم، مخد عالم برزخ است. اگر ما بیایم براتون بگیم که والله برادران من امشب در بیداری کت پیغمبرا گپ زدم، راست گفتیم یا دروغ؟ دروغ گفتیم، به خاطر از اینکه پیغمبرا در عالم کجا هستن؟ برزخ هستن و عالم برزخ عالم غیب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج برده شد با آسمان ها، نه؟ چرا در آسمان ها بردنشن؟ که از عالم غیب، از عالم ما برای ایره بردن به کجا؟ با عالم غیب. در برزخ در او عالم امرای پیغمبرها چی کرد؟ ملاقات کرد. صحیح نه؟ اما در جهان در روی زمین نگفت که مکت پیغمبرها قصه کردیم. ببینم وقتی که روایت میخوانیم سر شکمه که در انگلیسی میگه use your mind. use your mind چی مانا؟ یکمه که عقلت کار پرتو. پس اینا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چرا که موسی علیه السلام و دیگه پیغمبران در شب معراج ملاقات کرد؟ به خاطر که یک سفر چی بود؟ غیبی بود. از عالم اسباب کشیده شد بردنش به عالم دیگه که در اونجا در عالم برزخ دیگه پیغمبرها را دید، زندگی از اونا را دید، نشست و برخاستشان را دید. صحیح یا نه؟ پس ایناله کسایی که در این زمین شیشته اگر میگه نیست ما رفتم پرواز کردم از عالم اسباب برآمدم ادعای غیب میکنن، این همیره در کفر میکشنن. چرا که ما خب پیغمبر نیستیم، ما اشخاص عادی هستیم و ما مقید به می عالم اسباب هستیم. باز زمین روزی که ملک الموت در جانت آمد و از گلونت گرفت خفکت میکرد، باز اونجا در قرآن میگه فبصرک الیوم حدید، باز این روز چشمای تو چی میشه؟ الحده در زبان عربی شیره میگن، خب تیز میشه. تیز میشه که پردای غیب برداشته میشه. اونجا میبینی که ملائکه است، اونجا میبینی دوزخ است، اونجا میبینی که عالم دیگه است. از این خاطر مجردی که می فرعون غرق میشد صدا کرد که آمنتو بما آمنت به بنو اسرائیل، صدا کرد که من سب ایمان آوردم. چرا؟ برای گفت نه آل دیگه گپکت خلاص است. چرا؟ تو چشمای تیز شد و کل چیز دیدی از عالم غیب برات کل چیز نشان داده شد. چرا که وقتی که ملک الموت دیدی دیگه از این دنیا رابطیت قطع شد، رفتی به دنیای دیگه. او وقت باز کس کلمان بخونه کلمهش به دردش نمیخوره. از این خاطر فرعون او وقت ایمانش قبول نشد. بعضی مردم ها گناه میکنه تا وقتی که مرگ برش بیاد. باز وقتی که مرگ آمد باز چی میگه؟ انی تبت الان، من توبه میکردم. باز وقت توبهش قبول نمیشه. فهمیدین نه؟ پس گپ سر عزیز که ما استمداد و کمک میخوایم از مخلوقات. در کدام حالت کمک میخوایم از مخلوق؟ در وقتی که توانش باشه. خب آل دعا، وقتی که دعا میکنی خواستن است نه؟ در دعا آیت قرآن چی میگه؟ ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. ادعوا ربکم، شما بخواین دعا بکنین، کمک بخواین از پروردگارتان، تضرعا، بسیار با تضرع، یا الله ما بنده تسیم، یا الله عاجز هستیم، یا الله گناهکار هستیم، یا الله و خفیه و چپ یا الله بتونه که یا الله من تو نکو. چرا؟
انه لا يحب المعتدین. الله انسانهای تجاوزکار خوش نه. پس وقتی که چیغ میزنی، چرا چیغ میزنی؟ معنیش است که البته به این فکر هستی که الله صدای تو را نمیشنوه تا که چیغ نزنی. اما وقتی که در آیت قرآن میخونی که الله از شارک گردن برای تو چی است؟ نزدیکتر است از نگاه علم. از نگاه چی؟ از نگاه علم. الله با ما نزدیک است از نگاه چی؟ علم. مجردی که در قلب ما یک گپ تیر میشه، من دارم بسر شما نمیفهمم همین الان چی میگم. در قلب ما گپ زد، من چی گفتم یا الله مرا بخش، یا الله من توبه کردم، یا الله عفو است. الله میفهمه یا نمیفهمه؟ میفهمه، به خاطر که الله عالم الغیب است. چی است؟ شما عالم غیب هستین؟ پس شما از قلب من نفهمیدین. کی فهمید؟ الله فهمید. اینی است عقیده اسلامی. حالی که ما از یک نفر کمک میخواهیم در عالم اسباب، صحیح نه؟ کمک میخواهیم در عالم اسباب. حالا من دو مثال براتون میگم، یکی کمک خواستن در عالم اسباب، یکی در عالم مافوق اسباب. خب شما بیاین، نامتان چی است؟ نام از اینا است رحمت الله. خب حالا ما برش میگیم که یا رحمت الله، یا رحمت الله، یا رحمت الله. تیش باید فتحه بگیرنی در ندا وقتی که میکنی، مضاف است، نداست مضاف است. یا رحمت الله. صحیح؟ خب همین گپ ما بر رحمت الله درست است؟ چرا که رحمت الله اینجا چی است؟ صحیح نه؟ اگر نام از علی می بود نفتیم یا علی، صحیح؟ نامش محمد می بود یا محمد کیف حالک؟ پس یا بر ندای چی است؟ ندای کسی که به همراه تو حاضر است و نزدیک است. صحیح نه؟ ها؟ پس اینال وقتی که اینجا یا میگم، یا گفتن ما غلط است یا درست؟ چرا که رحمت الله خان در پیشریم چی است؟ خب اگر اینال میگم یا الله، چرا درست است؟ به خاطر که الله عالم غیب است. چی است؟ پس وقتی که ما میگم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، الله صدای مرا میشنوه. چرا؟ الله عالم غیب است. بغیر از الله دیگه کی عالم غیب است؟ هیچ کس. اگر ما بگیم که یا محمد صلی الله علیه و سلم، درست است یا غلط؟ چرا که محمد صلی الله علیه و سلم فعلا در این مجلس ما حاضر نیست، در عالم برزخ است. صحیح است؟ پس اینا یا محمد. اگر بگیم یا علی، علی صاحب در کجا دفن است؟ گویان مرتضی علی در نجف است. در بلخ بیا ببین چی بیت الشرف است. جامین عدن گوی نه بین الجبلین، خورشید یکی و نور و هر طرف است. قبرش هیچ معلوم نیست. قبرش هیچ معلوم. در عالم برزخ است. هر جایی که هست در عالم برزخ است باشه. لکن عالم غیب است یا نیست؟ ها؟ اینه. پس این حال وقتی که ما از رحمت الله کمک میخوایم، میگم رحمت الله خان میشه که ما کمک بکنی مرا تا خیرخانه ببریم؟ میتونه نمیتونه؟ اما اگر بگم رحمت الله خان میشه برای ما یک بچه بیتی؟ این میگه با خودم پشت بچه است، کباب است. ها؟ صحیح؟ ها؟ اگر رحمت الله مرا بوی بتی بچه، من بچه بری زاده میتونم؟ چرا که خالق کی است؟ الله است. پس اینا تقاضا در عالم چی هستن؟ بفرمایید. اینا تقاضا در این قسمت علما چی میگن؟ میگه ان الاستمداد، میگه استمداد که در عالم ما فوق اسباب میشه، ان الاستمداد عباده. استمداد که در ما فوق میشه که دعا میکنی و طلب کمک میکنی که یا الله، اینمی خودش چی هسته؟ عبادت است. والعبادت لا يجوز ان يصرف منها شيء لغير الله.
و عبادت اجازه نیست که بغیر الله، آن چیزی که در عالم مافوق اسباب است از اونا چی شود؟ به اونا داده شود. اینال اگر کسی مدد میخواه از مخلوق در چیزی که توانش نیست، در آن چی که مربوط خالق میشه، اگر از مخلوق چیزی را میخوایی که توان مخلوق است مشکل نیست، اما اگر از مخلوق چیز را میخوایی که او کار مخصوص الله هست، پس مخلوق با الله چی کردی؟ شریک ساخت. و این شرک میگن. صحیح شده؟ واضح شده انشالله؟ ها؟ از این خاطر شیخ احمد سرهندی رحمه الله که در احناف رو چی میگن؟ احناف رو میگن امام ربانی. گوش کنین. احناف شیخ احمد سرهندی رو چی میگن؟ امام ربانی میگن و میگن که مجدد الف ثانی است. در نظر از اوناست. او چی میگه؟ میگه والاستمداد من الاصنام والطواغیت فی دفع الامراض والاسقام كما هو شائع فيما بين جهلة اهل الاسلام عین الشرک و الضلاله. میگه طلب کمک خواستن از بتها و از طاغوتها. از طاغوتها بعضی کسایی که در این در پاکستان یا بعضی کساست که خدا طاغوت ساختن، صفحه کلام آدم شیشته، یکی پیشش سجده میکنه، یکی پیشش رکوع میکنه، یکیش پایش ماچ میکنه و یکی صاحب نظیر پایش چخ میشه. میگه کمک خواستن از این طاغوتها که ما را مرض ما را جور کو، ما را ببخش، ما تکلیف داریم، مثل که میگه در بین جاهلای اسلام است عین الشرک و الضلاله. این امام ربانی چی میگه؟ میگه که شرک است و گمراهی هست. فیکفرون من حیث لا یشعرون. میگه می بیچارا کافر میشن لکن شعور ندارن. سیزده؟ یا کافر میشن. و نظر الحیوان للمشایخ، و نظر کردن حیوانات به نام شیخ ها. صاحب به نام دینار بابا، پدر کلان ما دینار بابا نام داره. مردم میامدن صاحب ما و دینار بابا یک دانه گوسفند چی کردیم؟ نظر کردیم. ما یک گوسفند نظر کردیم به شاهد شمشیره، ما یک گوسفند نظر کردیم به فلانی شخص. میگه چی است؟ این امام ربانی چی میگه؟ و نظر الحیوان للمشایخ و ذبحه عند قبورهم، و ذبح کردن از این حیوانات در پیش قبر از اینا چی میگه؟ داخل فی الشرک. در چی داخل است؟ اگر کسی بر قبرها و بر زیارتها و بر مشایخ، ایره امام ربانی میگه چی میگه؟ میگه کسی نظر میکنه یک حیوانه یا یک چیز رو به نام اینمی مشایخ و در پیش قبرهایشان و بر از او ذبح میکنه، این چی است؟ این شرک داخل است. اینال کسایی که در زیر پای داماد مرغ ذبح میکنن، ذبح عبادت هست نیست؟ در شرک داخل شد نشد؟ هست نیست؟ در روسیه میبینید میکنن نمیکنن؟ ها؟ اینه. از این خاطر امام ربانی صاحب چی میگه؟ میگه فیکفرون من حیث لا یشعرون. بیچاره کافر میشن لکن نمیفهمن. آجی صاحبا که من زیر پای آجی صاحب گوسفند ذبح میکنن نمیکنن؟ میکنن نمیکنن؟ خب این چی میگه؟ میگه که و ذبح عند قبورهم، چی در پیش قبرش حیوان ذبح کنین؟ چی به زندهش؟ چی به؟ چرا ذبح کردن عبادت است. ذبح کردن چی است؟ عبادت است. خب ولا یجوز اشراک احد به تعالی فی عبادت. میگه جایز نیست شریک کردن هیچ کسی در عبادت از عبادت الله. و طلب الحاجات من غیر الله، و طلب حاجت. او شاید شمشیر است، ما یک حاجت داریم، حاجت روای ما شاید شمشیر است، حاجت روای ما یک بعضیا میگه که علی است، بعضیا میگه حاجت روای ما مچم فلانی شخص است. از این خاطر میگه که ولا چی است؟ و طلب الحاجات من غیر الله عین الضلاله. این من نمیگم، میگه کی است؟ امام ربانی هست. این حالا اگر وهابیان میگین او را بگوین، مرا نگوین. صحیح؟ اگر میگینم وهابی مگه بازو را گفتیم ها؟ میگه نقل کننده یک گپ خودش هم چی نیست، اما این عالم میگه دیگه، نه هر چی که تخلصش میمانین به دست خودتان. اما اگه میگه نه عالم است و شیخ بزرگ است و
عالم اسلام است و مجدد الف ثانی است و کل از ما او را دوست داریم، پس با اساس دوستیش گپایش هم باید چی داشته باشین؟ دوست داشته باشین. اما اگر کدام تخلصا میتین مرا نگوین، به خاطر از اینکه من نقل قول حضور میکنم. میگه و طلب الامام ربانی مجدد الف ثانی در نزد احناف چی میگه؟ و طلب الحاجاتی من غیر الله عین الضلاله و تسویل الشیطان الرجیم. میگه چی میشه؟ میگه وقتی که این کارو تو میکنی این چی است؟ این مثل که تو را فریب داده و چی کردی؟ گمراهی شیطان راننده شده هست. پس خلاصه گپ چند قسم چی داریم؟ استمداد داریم؟ آفرین، دو قسم. یکی در عالم اسباب که ما زندگی میکنیم، یکی در عالم ما فوق اسباب. صحیح شد؟ در عالم اسباب از مخلوق در جای توانایی داره کمک خواسته میتونیم. در عالم ما فوق اسباب که توانایی مخلوق نیست فقط از کی کمک میخوایم؟ از الله میخوایم. کسی که در عالم ما فوق اسباب از مخلوق کمک میخوایم، مخلوق با الله چی کرده؟ شریک کرده و همین چی میشه؟ شرک میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا برادر یک خلاصیش خود بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که استاد فرمودن خلاصه درس ما شما روی بحث عقیدوی است و روی چیز بود استمداد بود که استمداد بدون است که استمداد در عالم اسباب، دیگر استمداد در عالم ما فوق اسباب. ما شما من حیث مسلمان میتونیم که در عالم اسباب از همنوع خود در جایی که توانایی داشته باشه طلب کمک بکنیم و استمداد بگیریم. این کدام مشکل عقیدوی نداره. اما در عالم ما فوق اسباب چیزی که از توانایی انسان بیرون است ما نمیتونیم که از بنده یا از یک انسان دیگه چی بکنیم؟ طلب کمک بکنیم یا از او کمک بخوایم. پس اگر انسانی که میخواد از در عالم ما فوق اسباب از یک امنوی خود کسی طلب استمداد بکنه، این به این معنی است که یک انسان دیگر را شریک خودم قرار داده، پس بنان از دایره عقیدوی اسلام بیرون میشه و به شرک داخل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما استمداد بود که خود استمداد در لغت به معنای خود استمداد به معنای کمک خواستن است و طلب مدد می باشه که در کل استمداد دو نوع می باشه که استمداد در عالم اسباب است که ما شما زندگی میکنیم در او انسان به او وابسته است و دیگر استمداد یا کمک خواستن در عالم ما فوق اسباب. استمداد در عالم اسباب برای انسان جواز است که انسان میتونه از امنوی خود طلب استعانت بکنه، از او کمک بخواه، مدد بخواه، در جایی که توانایی از او را داره میتونه بر ما کمک بکنه. و استمداد که در عالم ما فوق اسباب است که تنها خاص قدرت از خداوند متعال داره که ما میتونیم از خداوند متعال بخوایم. در غیر از اگر ما کمک و استعانت میخوایم از امنوی خود و از انسان دیگر در عالم اسباب، چیزی که مربوط عالم اسباب نمیشه ما را از انسان میخوایم، در خود ما داخل شرک میشیم، چون صفات خالق به مخلوق میتیم. و شیخ احمد سرهندی که او امام ربانی میگه و عالم میگه که کمک خواستن و طلب استعانت خواستن از طاغوتای عصر و یا پیشکسی که اینا میدن که او توان از او در قدرت و از او نیست، از این خواستن اینا در شرک داخل میشن و طوری که خود از اینا همچون نمیفهمن، اینا خودشون داخل شرک میشن و خودشون شعور از این ندارن که اینا داخل شرک شدن. همچنان نظر کردن حیوانات که اینا به نام فلانی یا به نام فلانی شیخ اینا نظر میکنن و یا حیوانات میرن در پیش قبرایشان ذبح میکنن، چون خود ذبح عبادت است و عبادت که بر شخص میشه خود از این گناه است و داخل شرک میشه. پس عبادت کردن و یا ذبح حیوانات در به نام فلانی یا به نام فلانی و به نام اشخاص و یا در پیش قبرشان اینا جواز نداره و از اسلام خارج است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به جایزه استاد خلاصه درسی که امروز ما شما خواندیم استمداد بود که یکی عالم اسباب بود، یکی عالم ما فوق اسباب. البته استاد فرمودن که در عالم اسباب ما میتونیم که از امنویان خود یعنی از انسان ها کمک بجوییم. مثلا ما شما آب ضرورت داریم، زمان ما میتونیم یک شخصی که گلاس نزدش باشه و آب آوردنش در توانش باشه ما میتونیم که برادر گلاس آب بیار. یا اشخاص دیگه که اگه موتر می‌داشته باشه ما از اون کمک می‌طلبیم که ما رو تا فلان منطقه و فلان مکان برسان. او شخص توانایی زور داره ما و شما رو میتونه برسونه. اما ما فوق اسباب مختص به خداوند پاک است که ما و شما نمیتونیم که از انسان ها کمک بطلبیم. البته یک حکایت خیلی جالب است، من خواستم به مو خاطر بیام اینجا قصه بکنم. یک شخص ازدواج کرده بود یکی در قومای ما، تقریبا 4-5 سال از ازدواج گذشته بود، هیچ خانه‌اش اولاد نمیشد.
هر جایی که آدرس کدام قبر بود، کدام پیر بود، کدام مرشد بود، کدام ملا بود میرفت، هر قدر که کوشش میکرد، حتی در ولایت ها سفر کرد پیش قبر و مرشد و پیر و مردم ها رفت، خانه از اولاد نشد. بالاخره از روزها می مادر می بچه هم از سنوی خود ناراض بود، هم از خود بچه خود، چون کدام کار کرده بودن از خانه برآمده بودن. دوباره میرن پیش مادر خود، از مادر خود معذرت میخوان، مادرش گریان میکنه، بر دعا میکنه برو بچه‌م خداوند بر اولاد بده. بالاخره می دعای مادر وسیله شد که چند مدت بعد وقتی که معاینه میکنن دکتر میگه که تو حامل هستی و خانه تو اولاد میشه ان شاء الله. حرام است وقتی که یک حیوان به نام مخلوق کشته میشه، اگر مرغ در زیر پای عروس کشته میشه، اگر گوسفند در زیر قبر کشته میشه، خوردن اینمی گوشت از این حرام است. حتی بعضی از مفسرین اسلام میگن، بعضی از علما میگه که مثلا تو رفتی در یک منطقه گوشت خر بود، تو از گشنگی میمیری. من در یکی از کتابا دیدم یک عالم، یکی از مفسرین قرآن نوشته کرده بود که اگر در یک منطقه میری گوشت خر است و گوشت یک گوسفندی است که این گوسفند برای یک قبر، برای یک مخلوق ذبح شده و تو از گشنگی میمیری، کدامش هم میگه بخوری؟ و عالم گفته گوشت خر است، خوب است که بخوری، حتی از این گوسفند در این حالت هم باید نخوری. کی از اون کده چی میشه؟ چتل میشه. اینا رو کسایی که صاحب در زیارت ها شیشتن و گوسفندا صاحب به نام زیارت میه و نظر زیارت میه و بزرگ زیر پای زو میکشن و مرغ زیر پای عارس میکشن و کسایی که در محفل های صاحب میره گوسفند زیر پای صاحب کشته شده، یا صاحب از گوشت خرام گوشت مردارتر خوردن. این بچه یک سوال داشت. تکت چی؟ تکت لاتری قمار است، حرام است، نارواست. و اگر مثلا کسایی که عوض تکت لاتری عوض از این حرام، اگر اینا به عوض تکت لاتری لطف میکردن، یک فابریکی قالین بافی جور میکردن، هم سنت افغانستان پیش میرفت و هم 3-4 هزار زن بیوه او کار میکرد، سیزنی فکر میکرد. اما یا مردم کلشان در چی داخل کردن؟ در قمار داخل کردن. از رئیس سرمیاش گرفته تا اونمو زیر دستا و تا اونمو کسایی که لاتری فروشی میکنن و کسایی که میخورن در اینمی آیات قرآن داخل هستن که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. چی است؟ پس لاتری رجس است، چتلی است، من عمل شیطان، از عمل کی است؟ فاجتنبوه، از شما چی کنین؟ اجتناب کنین. درود گفتن بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مشنوه به دو عقیده باشین. یک عقیده ای است که ملائکه بر از او انتقال میده، مثل که نامه یک کس را یک کس بر یک کس میرسونه، سیزنی؟ انال رساندن درودها بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چون او در عالم برزخ است و در عالم اسباب، از عالم اسباب رابطه چی شده؟ قطع شده. چرا اگر در عالم اسباب باشه خیلی چرا رهبریت جهاد به دوش نمیگیره؟ اگر در عالم اسباب است که مردم ها گپ میزنه چرا نمی مثلا ما خوب هستم اینجا شیشته باشم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ طبعا او ما کل ما به خاک پایش هم نمیارزیم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم از عالم اسباب مکلفیتش چی شده؟ خلاص شده، قطع است. این حال اگر درود رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوییم که ملائکه میبرن برش مشکل نیست، اما اگر بگوییم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عالم غیب میشه و گپای ما رو در غیب، اینجا عقیده مشکل پیدا میکنه. حالا مثلا تو در امریکا یک نفر است نه موبایل در پیش چوبان کاتش گپ زده میتونی نمیتونی؟ سیس نه گپای تو میشنوه. اینا رو پیش الله چی مشکل داره که در این حالت او را برش برسانه به یک شکل از اشکال. اما ای که پیغمبر که از بگه که عالم غیب است باز یه مشکل پیدا میشه. بفرمایید. دمی مغزن یا مغزن ها کجور میکن که گاو میکشن خونشا میرزنن ای گوشت گاو علاوه زی پیش مغزن ها؟ سر زمینش. سر زمین کسی مثلا در یک جای میکشه میگه ما به خاطر رضایت الله گوسفند میکشیم، خداوند بر ما توفیق داد که مغزن ها جور کنیم، اونجا ذبح برای الله میکنه و او پروا نمیکنه. خدام سبحانه باول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه. یکی از عالمای صوفی بود میگه نظر به شفا بود باول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نظر به میاد. خدام مقوله را گفت چه قسم
بول رسول الله صلی الله علیه و سلم و مواد غایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نجس بودن. فهمیدین؟ چی بودن؟ نجس بودن. باشین من براتون سوال از جواب باز براتون. اینا نجس بودن. پس بول از اونا و غایتیشان چی بودن؟ نجس بودن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با شخصیت عالی که داشت هیچ وقتی در زندگی کسی را به این که یک چیز نجس بخوره امر نکرده. اما یک قصه، یک روایتی که آمده، او روایت طور است که یک خانم که در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم کار میکرد، فهمیدین؟ در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم کار میکرد، ام ایمن یک زن بسیار پیش سفید سال خورده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سنش پخته شد، کلان شد، طبعا آدم شما خود جوان هستین، وقتی که ریش سفید شدین بخیر گپا رو میفهمین، اکثرا ریش سفیدایی که سنشان بسیار پخته میشه بازی همراه خود یک کوزگک می داشته باشن که شو برآمده نمیتونه، به تشناب رفته نمیتونه، دمو کوزگک همون باول خودن میکنه. یا مثلا اگر شما کدام وقت می شفاخانه برین، اکثرا کسایی که دستای پایشان شکسته، کمرشان شکسته، یا چون خسته نمیتونن، برای از اینا همون پایوازش همون کوزگک میاره و همون باول خود در بین از همون کوزگک میکنه، باز همون پایوازش کوزگک چی میکنه؟ خالی میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم تو کدام کوزگکی یا ظرفکی داشته که به خاطر سن بزرگش بوده یا نمیتونسته یا تکلیف داشته، مریض بوده، پس ابو ظرفک چی که در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دمو باول خود میکنه. لکن به اساس حیایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، به اساس اخلاق خوبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، از کسی دیگه تقاضا نمیکرد که مرو برش خالی بکنه، خودش خپه کرد چی میکرد؟ خالی میکرد. سیست کدام روزی خانمی که آمده که اتاق که رسول الله صلی الله علیه و سلم جارو بکنه، اشتباهاً فهمیدین؟ اشتباهاً همون ظرف خیلی آب کرده، به خیلی تو ددان خود نزدیک کرده و پس پایین کرده، خلاص. در این همی روایت همین قسم آمده. پس در اینجا این خانم چی کرد؟ اشتباه کرد. یک وقتی یکی از خودگوی ما بود، بیچاره بیادرش رادیو سازی میکرد، خواهرش نافهمیده امی ظرف تیزه و خیلی او کرده چی کرده؟ نوشیده بود. حتی روداگکایش سلام ایده بود. یکی دیگر هم خبر شدم که کاکا نسواری آمده، صاحب نسوار میکشید، این صاحب صبحکی بچه که از خواب خیزه امی تفدانی از خیلی او کردن. پس این تو اشتباهات بعضی اوقات چی میشن؟ اما در اینجا نه او ملامت است نه این ملامت است، چون او امر نکرده که بگی تیزه و بخو و این هم نگفته که خودش اشتباه کرده. صحیح نه؟ این حال ایره بعضی مردم ها متاسفانه همی جوانا که است، حتی همی بعضی کسایی که هستن و احساساتی برخورد میکنن. دعوتگرایی که جوان هستن یا دعوت با احساسات تیز میکنن، تون گپ میزنن، الا مشرک شدی، الا کافر شدی، الا بیدین شدی، الا مرتد شدی. در حالی که مدمی را میامدم همراه اخترخان برش گفتم سعی که در قرآن دعوت چه قسم است؟ الله برای یک مملکت یک پیغمبر روان میکنه، لکن برای یک دشمن خطرناک خود که دعوای ربوبیت میکنه برای دو پیغمبر رای میکنه. به فرعون چند تا رای کرد؟ برای چی گفتن برای دو تا پیغمبران؟ وقولا له قولا لینا. برای فرعون که دعوای خدایی کردیم برش میگه سخنای چی بگوین؟ حالا ما شما به یک نفر بیچاره میریم، ما یک روز پاچایم کشال است، یک نفر میگه جمع کو پایتا انا پاچایت بالا کن. حالا برای فرعون خدا گفته قول نرم بگو. من خاص فرعون بدتر نیستم وطن دار. پس بعضی دعوتگرای جوان در دعوت هم تندی میکنن و دعوتگرایی که در جهاد هم هستن واسه جوانایش پیرایش کمک احتیاط میکنن و جوانایش کمی گیر کرد. صحیح نه؟ دل از هم جوان مقابل از زندگی سیاه میکنه. پس اینال گپ سر ازی بود که بعضی کسا در گپا در احادیث چی میکنن؟ احساساتی پرداز میتن. اینی پرداز ها را اسلام برش ضرورت نداره. در حدیث مشکل نیست. در چی مشکل است؟ در گپ اینمی شخصی که یه حدیث چی کرده؟ پرداز داده رفته که مردم که فلان شد، در حالی که گپا کلش گپای ازو است و غلط است و به نفع اسلام هم نیست و اسلام به او ضرورت هم نداره و نباید گفته شود.
همین آمده چهارم حیات صحابه میگه در جلد چهارم حیات صحابه به این شکل ما گفتم اومده به شکل کومردکه و قسمه که خودت گفتی قسمه که ما گفتیم ما اینم فهمیده بودم اما پردازش دیگه دادم. شما استاد مصروف درس هستن تشریح میدن باز دوستان نمیان نافل میخوانن این اولویت در احادیث آمده که یک صحابی مبارک وقتی که آمد در مجلس شیشت رسول الله خطبه میخوان، رسول الله برش گفت که تحیت المسجد خواندی، از این خاطر او را گفت که بخی تحیت المسجد بخوان. پس برادرایی که به می حدیث عمل میکنن در واقعی که در درس میان و یا در خطبه میان امی دو رکعت تحیت المسجد میخونن. مثلا حتی در نماز صبح تحیت المسجد است من میخونم، لکن بسیاری کسا می نمیفهمن. شما تحیت المسجد در نماز صبح میخونین؟ چون ما سنت در کجا میخونیم؟ در مسجد که در آمدی چی میکنی؟ میخونین؟ اونت یک نفر است که سنت رسول الله هم یاد داره. اینال مشکل در افغانستانی است که بعضی کسا سنت اعدام کردن نمیتونن و مانع هم میشن. از این خاطر او را گپ بده بگو او نگویش که من تحیت المسجد میخوانم، سنت در خانه بخوان. صحیح نه؟ دو رکعت بخوان. ما اکثر میایم در مسجد ما میخوانم، مردم فکر میکنن من همین سنت دو رکعت سنت من، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کتاب است میگه ماذا یحب النبی و ماذا یبغض. من خواندم میگه رسول الله چی را دوست داشت؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشت که نمازهای سنت در خانه خوانده شود. رسول الله چی را دوست داشت؟ نمازهای سنت در کجا خوانده شود؟ دو نماز که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد خوانده ثابت است. نه دو نماز سنت، دو قسم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی تحیت المسجد در مسجد سنت خوانده و یکی تراویح. دیگه سنت های خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در کجا میخوان؟ حالی که در خانه سنت بخوانی صاحب چی یک تاپی کټی دمی فرق سرت میزنه. و از این تاپا زیاد ما و شما زیاد خوردیم. یتیم قدر سیلی خورده که سیلیگکا صحیح نه؟ یتیم په چیشه؟ په جړا پخت. بله سر. خب امروز من نمیفهم که شما در جوش آمدین یا ما بیچاره را عاجز گیر کردین. دم یک روز میخوای سوالای روز زیاد شد، دیگه روز سوال نیست. بفرمایید این برادر دست کنه. مثال بنایا خیرات میدن چیزی را مثال صدقه میکنه. یا یک قضیه حسابی میمره یا بنا از خیرات میشه. همین از نظر اسلام چی است؟ از نظر اسلام خیرات چی است؟ سبعتون هفت طایفه مردم است که در زیر سایه عرش الله می باشند در روز قیامت. یک طایفهش کی است که خیرات میده با دست راست خود. چی معنا؟ این یک پنجایی میخواد خیرات بده با دست راست خود میده، دست چپش چی معنا؟ این قسمی خود نمیشه. الان دست چپ ما خبر شد. علما میگن مفهوم حدیثی است که یک کسی یک صدقه را میده که مردم به صدقه از او خبر نشن. ایناله صدقه که خودت میتی، اگر پدر کلانت یک دوستت فوت میکنه، میخوای به خاطر رضایت الله و به خاطر بر از او منفعت برسه 1000 پر صدقه کنی، 10,000 صدقه کنی. اسلام چی میگه برات؟ اسلام برات میگه که اینه میره آرد بخر، روغن بخر، سودا بخر، پت کده در خانه یک غریب و مسکین و بیچاره ببر بتی. امی 10,000 ببر در مدرسه، با امر مدرسه بگو صاحب امی تفلکایی که در اینجا درس میخوانن اینه می صاحب کچالو خورده و لوبیا خورده گرده درد شدن بخی، بر از امی خوب اینه یک دونه گوسفند بگی اما تو برشان یک هفته خوبم تو گوشت گوسفند بده، الله ایره قبول میکنه. اما روز دود اسلام نیست، نان خوردن در روز اول در خانه مرده‌دار نیست، شب جمعگی در اسلام نیست، چل در اسلام نیست. از این خاطر این رواج‌های خارجی هست. ایره چرا بعضی مردم ها ما کم گرفتن؟ ما یک وقتی یگان تا استادا داشتیم بازار میفتیم، استاد همین گپا رو چرا کشیدین؟ گفت این مردم افغانستان بسیار کنجوس مردم است، تا که ننش نمره بابش نمره یک لقمه نان نمیته. ما هم سرشان تو چل جور کردیم که تا روز چل دلش از زندگی سیاه میکنیم. پس این در اسلام نیست و چیزی که در اسلام نیست به نام اسلام میشه. این بدعت است و بدعت ضلالت است و انسانهای گمراه. از این خاطر کسایی که روز 2 میکنن، روز 3 میکنن، شب جمعگی میکنن، 40 میکنن، چون مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و میکنن. پیغمبر نکرده. از این خاطر پیغمبر هم چی گفت بر مردم؟ یک گپ گفته. وقتی که جعفر رضی الله عنه وفات میکنه میگه اصنعوا لآل جعفر طعاما، شما برین چی کنین؟ با خانواده جعفر شما چی کنین؟ طعام بره. مثلا ما پدر کلانم فوت کرد، صحیح؟
من پدرکم فوت کرد، این جیبه میپالم کلی پیسه را صاحب از این جیبای میکشم میپرتم. خب حال پدرکم فوت کرد دیگه کسام نیست، کل گپ سرم است. خب حالا من چطور کنم؟ به خدا این خود صاحب پیسه قبرم نمیشه. از اینجا صاحب کشور اسلامی است، ما مسلمان هستیم دیگه، نه سهل میکنم که من اگه این دمی چرت هستم که خب من پیسه از پیش که قرض بگیرم چطور کنم؟ دروازه تک تک میشه. سلام علیکم. و علیکم السلام. کی هستی؟ رحمت الله خان هستم، ذبیح الله خان هستم، فهیم خان هستم. چی میگن بیادرم؟ ما صاحب هم بیلا را گرفتیم میریم دمی قبرستان با این پدر کلانت قبر میکشیم. الله خدا خیرتان بده. چه خوب کار شد خدا. پس یا رفتن قبر کردن. سید جمیل خان استاد والا صاحب من یک اندیوال داشتم، یک 10 تخت سنگ پیدا کردم، واخو کندن همین تخت سنگ شما. الله شما را اجر بدنی، چقدر خوب شد. صحیح که اینی اسلام است. صحیح نه؟ بعد صاحب این خود کرد. آجی بریاله اومد. السلام علیکم استاد. و علیکم السلام. آجی صاحب خیریت است؟ والا استاد من برای من کسی زنگ زد که خانه شما صاحب پدرکلان فوت کردن. من دیگه از امیرا میامدم، دمیرا دمی دکان ما دکاندارا رو میشناختم. من خوب چی است؟ رفتم یک 20 متر تکی کفن آوردم. امیر به پدرکلان از طرف ماجیکو کفن. الله تو را اجر بده. ما دیگه شیشتیم صاحب. بعد از اون جنازه را میبریم، باز یک کسی دیگه آمد برابر شد. چیست نام خودت؟ عطاالله خان. آمد که استاد بله صاحب ما ولی این محترم کلان است، جنازه را اگر دور میبرین امیر این محترم خود من میبرم. الله تو را اجر بده. حفیظ الله خان این آمد گفت استاد والا من یک دانه سرویس داشتم، امی سرویس گرفتم، اگر دم جنازه مردم هم میبرین امی سرویس شین ما صاحب در سرویس ما آوردیم 30-40 نفر جای میشه اگر جای دور میبرن. والله جزاک الله خیر. یک کسی دیگه مثلا یک ریش سفید صاحب پیدا شد آمد استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. والا صاحب من دیگه کار کردن نمیتونم، غریب هستم، امی جنازه این پدرکلان تمبوش شویم ثواب است. بارک الله فیک. پس یکی این کار کرد یکی کرد. ما صاحب رفتیم جنازه رو دفن کردیم. آل صاحب یک کسی دیگه میگه والا فلانی صاحب بله من در خانه یک شوله پخته که من امیر آوردم. یکی دیگه صاحب خیست یک ذره کچالو آورد، یکی دیگه آورد. صاحب یک وقت سال میگیم در خانه به خانه میخونه صاحب کچالو پیاوا و هر چیز رسید دیگه مردم صاحب جنازه رو دفن کردن. کلگی استاد با امان خدا پناهتون به خدا برین. والا صاحب پیسه یکای در جیب ما نمان. کل مردم آمدن خلاص جنازه دفن شد، مشکل نیست. روز دوم کس نامد، روز سوم کس نامد، خلاص اینوی مسلمانی بود. اگر کدام کس آمد یک تعزیت داد که خداوند الله ببخش، میگه خب خداوند شما را ببخشه بری پرید بکنه. اگر نه که صاحب من این پیسه ها را میمانم. ذبیح الله خان آمد که استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. ما خب پرویز هستم برای من یک کباب بخوای. خب برای من یک کباب صاحب این یک سرویس رو برای تو زار کو. والله خب بدل بتومته بدل خو نمیتومته این زار تو. خب دیگه چی؟ دیگه بگه که استاد 12 بجه است 11 بجه است. چی گپ است؟ 200 نفر در خانه شیشه میگه نان بیار. الهی صحیح بخاری به شرمانیتون، صحیح مسلم هم به شرمانیتون. حال چطور کنم؟ برای از زنگ بزن. صاحب من مجبور هستم پیسه خو ندارم. از او قرض بگی برای 200 نفر شکم کتا زار تیار کو کیا بخورن. این اسلام است. با صاحبی صاحب پیسه قبر کنم از جیب خود میتونم صاحب از او قرض کو. آخر آجی صاحب علیه سلام علیکم خوب هستی صحت خوب است؟ آی صاحب این تو پدرکلان ما مردن 200 نفر لندغر در پشت خانه آمده نان میخورن، خدایا را هلاک کنه. این یار صاحب تو یک 4 لک روپیه بر من قرض رایی کن. صاحب مرا در مردی عزیز صاحب در روز اول 1 لک روپیه رفت، روز دوم روز دو باز صاحب یک خیل زن صاحب موترا تا میشن صاحب. روز 3 باز روز شوجمگی باز که حالا ختم میکنیم الحمدلله. در ختم هم دیگه چی میکنم؟ ما را یک وقت ختم میبردیم ما خود در مدرسه بدیم. خب باز ما را در ختم ما دیگه چی میکردیم؟ یک کلانه که ما را بردن ما را بگو بچا 5 سپاره برت رسیده در نیم ساعت خلاص کنی. خب 1 سپاره رو میگرفتیم باز الف لام میم
و من الناس من یقول آمنا بالله، چیخ بزن که خانوالا بشنوه. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اما و بیار که ختمانه اسلام است، این اسلام است. قرآن خوانش هم دروغ گوی، مرددها را صاحب قرضدار میکنیم، خانه مردکه را خراب میکنیم، کت قرآن دشمنی میکنیم، کت قرآن فریب میتیم. الله ما را عفو بکنه که بر مردم گفتیم که ختم کردیم، دروغ ختم نکردیم. الله هم پیسایی را که خوردیم ما را ببخشه و استادی که ما را راهنمایی کرده دوزخ ککرش کنه که ما خود نمیفهمیدیم، ما در مدرسه بودیم. این حال صاحبی کجا یادی اسلام است؟ یک کسی نه در اسلام برادر عزیز. اگر در اسلامی بود پیغمبر خدا میکرد. آیا رتبه ما از پیغمبر که بلند است؟ بدعت خطرش اینمی است که بدعتکار دشمن رسول الله هست. چرا بر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که تو نکردی، تو دین نرساندی، من دین رو تکمیل میکنم، تو شب جمعه نکردی من میکنم. پس یا با آیت قرآن عقیده ندارن که الیوم اکملت لکم دینکم. از این خاطر برادر عزیز بلیاز خدا شب جمعه شله نگیرین، بلیاز خدا روز دو روز سیر شلگی نگیرین. تجارایی که پیسه دار هستن از خدا بترسن، به خاطر که غریبا را در حرج و جنجال نپرتن، همین کارا را نکن. بله. صبح یک کتاب از سایت اینترنتی گرفتم از سایت عقیده. اون که بوده درباره تصوف بود. اهل تصوف و اهل بدعت بود. می‌خواستم را چون گفتم. خاله صاحب در بدعتکاری های بسیار، من یک وقت شما اگر در تصوف دو بخش است، یک استاد بر ما داده بودن، من به این نظر هستم والله اعلم که دیگه علما این گپ مرا تا چی اندازه. منتها دو قسم بود. یکی اما استاد ما بر ما درس داد، گفت در اول که بود زهد بود، تقوا بود، عبادت بود، جهاد بود. انسان هایی که می گفتن که ما خوب زاهد و با تقوا هستیم، ما در صف اول جهاد قرار داشتن، در صف اول توحید قرار داشتن. با گذشت زمان این زهد و تقوا و این گپ‌ها به چی تبدیل شد؟ متأثر شد با اعتقادات نصرانی ها، هندوها و دیگه. تسبیح 1000 دانه‌ای، ترک دنیا، ازدواج نمیکنم، اینیا کلش بدعت و خارج از چی هستن؟ از اسلام هستن. بناهن اگر یک کس را دیدی که دعوای زهد و تقوا را میکنه ولی مخالف با قرآن و سنت است، این انسان بدعتکار و بیدین است. اگر یک نفر گفت من زاهد هستم و با تقوا هست، از تو که در صف اول جهاد قرار داشت، عقیدهش مطابق قرآن و سنت بود، اهلا و سهلا، رتبهش از رتبه امام کرده چی است؟ بلندتر است. و السلام علیکم و رحمت الله. نوری ایمان آفرید در شبی تاریک بنگر، ماهی تابان آفرید با ملایی گفت آن دم، آدمی را سجده کن، توق لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید در شبی تاریک بنگر، ماهی تابان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید در شبی تاریک بنگر، ماهی تابان آفرید. آدمی بیچاره را بین گرزی بحری گندمه، کرده از جنت بیرون پیری دهقان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید در شبی تاریک بنگر،
ماه تابان آفرید. آن خداونده که در دل نور ایمان آفرید. در شب تاریک بنگر ماه تابان آفرید. حضرت ابراهیم را آن رحمتی خود به